راموس در مسافت دفاعی استفاده کرد، پاس عالی اینیستا تک به تک و توی دروازه، یه گل فوق العاده از آندرس اینیستا و چه زیرتاقی زد اینیستا، با هم نگاه میکنه آفساید که اصلا نبود. بیماری پاس قشنگ میزنه اونجا کماکان داره توپو جلو میبره، پاس عالی و این توپ که به بیرون میزنه کریم بنزما 8 بار مساوی کرده، یه پاس در آوانتاژ فوق العاده از ماینکو، مسی و به بیرون میزنه توپو. چه توپی رو خراب کرد مسی. سمت چپ توی دروازه یک ضربه سر و توی دروازه، گل برای کریم بنزما و والدز نمیتونه کاری بکنه، حسرت اینو میخوره که دستش به توپ دیگه حرکت سمت چپ محاول ارسال توپ میاد روی دروازه بنزما و توی دروازه، گل دوم رو هم کریم بنزما میزنه و خوشحاله. آنچلوتی باید هم اینجوری فریاد بزنه. آنخل دی ماریا بازم جا میذاره دنی آلوز، سانتر انجام میشه روی دروازه، کریم بنزما نجات میده تیمشو. پیکه بهترین موقعیت به بارسلونا بود که ضد حملات بره و تلاش کنه برای زدن گل بیشتر. مسی واسه عالی برای نیمار، موقعیت و این توی دروازه، گل دوم برای لیونل مسی و بارسلونا برمیگرده به بازی. کریس مارازی میکنه به چه ترتیب هست، حرکت از کریس رونالدو و پنالتی اینجا تا کامل بیرون بود برای ویکتور والدز، ضربه رو میزنه و توی دروازه، گل سوم برای تیم رئال مادرید توسط کریس رونالدو زده میشه. والدز هم خوب پاس در اون انداخته میشه، نیمار تک به تک پنالتی، سرخیو راموس پنالتی، کارت قرمز. بله مسی یه نگاه میکنه به لوپز، ضربه رو میزنه نزدیک بود بگیره. 3-3 مساوی. دنی آلوز پشت محوطه جریمه، ضربه از دنی آلوز به تیر دروازه، این ضربه به تیر دروازه میزنه دنی. بارسا در محوطه جریمه، آندرس اینیستا بین دو نفر عبور و پنالتی. اعلام پنالتی در 83مین دقیقه بازی. لیونل مسی ضربه رو میزنه و کجا زد توپو. 4-3 به نفع بارسلونا. با هم نگاه کنیم